سلام بچه ها، چطورین؟ من مانستر رایدر کینگ هستم و خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل یوتیوب. همونطور که داخل کامنت ها داخل ویدیو قبلی که تامنیلش روی صفحه میاد گفته بودم آقا اگه دوست دارین بگین که براتون ویدیو گرفتن این ست گربه که تن من آقا اسلومیس هست و براتون بذارم و یکی از بچه‌ها داخل کامنت ها نوشت. من گفتم آقا دیگه حالا که درخواست کردیم بیام براتون سریع درست کنم قبل اینکه بره. فکر کنم الان که ما داخل گیم داریم ویدیو رو ضبط میکنیم که شما فردا یا پس فردا بعد ضبط اینو میبینید، این 20 روز الان هست دیگه، موقع 19 18 روز دیگه مونده ازش که بتونید بگیرید. شاید هم نمیدونم 17 روز اینا باشه دیگه، بستگی داره که ادیتش تموم شه که ارائهش کنیم داخل یوتیوب. و اینکه این کار خاصی نداره، فقط سایتش این که فیلتره، بعد برید وی پی ان روشن کنید بیایید و اینکه با وی پی ان اصلا پلی ندید، فقط برای گرفتن تیم کد و اینا بیایید. وارد بخش تقویم میشید همونطور که میبینید، میریم تو بخش ایونتس و گزینه سوم اینوایت اند وین میذاریم. ان شاءالله میبینید فیلتره، برای من بالا نمیاد چون فیلتر شکن نزدم. وقتی بالا بیاد یه صفحه‌ایه که عکس خودتون اسمتون نوشته یو و 3 تا گزینه داره که این 3 تا گزینه شما رو هر کدومو به اضافه بزنید که جفتتون رو برای اینوایت دادن یه کدی رو بهتون میده. کد یکیه، فرقی نداره. کد رو کپی میکنید و اینکه شما یا به یه برادری، خواهری، فامیلی، رفیقی، کسی نیاز دارید که بره یه اکانت جدید درست کنه، یعنی اکانت تازه بزنه، و اینکه اکانت حتما باید سیو ایمیل باشه، یعنی اکانت مهمان فیسبوک یا توییتر قبول نمیکنه بازی، حتما باید سیو ایمیل باشه. شما که سیو ایمیل زدین سرش، البته یه توصیه که میکنم اینه یه ایمیل فیک بزنید چون اکانت زیاد مهم نیست، بعدش میتونید حذفش کنید. یه اکانت فیک بزنید، ایمیل فیکی بیاین باشه یه اکانت درست کنید، یعنی بدون که گست بزنید، بخش گست بزنید و وارد بشید بعد سیو ایمیل کنید، همونجا ایمیل فیک که سرش اکانت بزنید، خودش سیو ایمیل وارد اکانت میشه. و اینکه لول 1 که شد همون، یعنی میاد واردش لول 1 ماموریتشو انجام میدید، مال آموزشی ها شو، چون موقع نباید بزنید قبلا تو بازی بودم، اینجوری یکم مشکل پیدا میکنه، بعضی‌ها رو ارور میده. برای همین بزنید رو که تازه اومدم، یعنی گزینه سوم. وقتی به داخل 3 تا گزینه داره، گزینه سوم که زدید، حالا اسم اینا رو انتخاب کنید، هر کاری میخواید خودتون میتونید انجام بدید. بعدش باید بیاین اکانت اصلیتون، یعنی چیزی که اکانتی که میخواین داخل 3 تا بگیرید، اون تیم کد رو میدید به اون اکانتی که تازه ساختین، چه ما رفیقتون رو ما خودتون باشه، مال هر کی باشه ساختینش، میدیم به اونم سایت براش فیلتره، میاد داخل بالا همون بخش با فیلتر شکن میزنه، تیم کد شما رو وارد میکنه و اینکه جوین اسکوادتون میشه دیگه. بعد این کار همتون وی پی ان هایتان را خاموش نمایید دیگه، حالا اینجوری بگیم بهتر میفته داخل ویدیو. و اینکه دیگه کار خاصی نداره، فقط اون کسی که میخواسته تو گربه رو بگیره باید 30 مچ با اون اکانت، یعنی با اون طرف که اکانتو زده پلی بده، بازی کنه. مچش هم اصلا مهم نیست، البته اینکه اصلا مهم نیست نه که لون ولف و کاستوم و اینا، منظورم از لحاظ رنک یا غیر رنکش، یعنی شما بتل برید کلش برید مهم نیست، البته اینکه لولش برسه به 8 یه 15 16 مچ باید برین که برسه به 8 دیگه، برید بتل رنک اینا مهم نیست. ولی به نظر من میخوام یه پیشنهادی بهتون بدم که زیر 30 دقیقه بتونید این ست رو خیلی راحت بگیرید، زحمت زیادی هم نمیخواد، 30 مچ راحت کامل کنید. ما برای همین آقای اسلومیس رو آوردیم داخل این ویدیو که به شما نشون بدیم چطوری قراره این کار رو انجام بدیم. الان مثلا من اکانتی هم که میخوام داخل ست رو بگیرم، آقای اسلومیس کسی که یه اکانت جدید زده. آقای اسلومیس آماده اید؟ آره. خب شما کاری که با انجام بدید اینه که وارد بخش مال همون تعیین مپا میشید، بتل رویال رو انتخاب میکنید و پیشنهاد من اینه که مپتون رو برمودا انتخاب کنید. حالا اگه مپ رندوم هم زنید دیگه چیکارتون کنیم، دست خودتون هم نیست، ممکن رندوم بیفته یا یادتون بره انتخاب کنید، ولی داخل این میتونید مپ رو انتخاب کنید، راحت تره. میزنید ما انتخاب میکنیم. آقا اسلومیس ردی کن. 2 نفره بزن. راست میگی، حواسم نبود، خوب یادم انداختی، همیشه حواس آقای اسلومیس به همه چی هست. حالا بریم داخل بازی تا به شما بگم باید چیکار کنیم. خب بچه همونطور که میبینید شما تنها کاری که باید بکنید این که خودتون رفیقتون رو بیارید داخل اینجای مال مپ که الان مارک میکنم براتون، اینجا یا اسلومیس هم مارکه تو این منطقه، میایید بالای این برج، حالا خوب تنظیم میکنید که برسین روش، میایید روش همونطور که دارین میبینید. حالا ما بریم سریع تا بهتون نشون بدم. و اینکه خواهشاً یکی اینکه قدرت وست نیارید با خودتون، یکی هم که شیلد نیارید یا اینکه جونتون اضافه کنه.
مال بسکتبالیست اسم دقیقشون حالا تو بازی بهتون میگم کدوما رو نیارید. اینا باعث میشه که این کاری که دارم بهتون میگم خراب بشه. شما میایید روی این و از بخش داخل نه از بخش بیرونش میای رو نرده میپرید پایین. خودتون اون یاری که آوردین اکان بزنید. اینجا که رسیدید یکم میایید بالاتر که دمیج دوباره بیشتری بخورید. این بالا و دوباره میپریم پایین همونطور که می ناک میشیم. حالا آقا اسلام و میمیریم. این الان یه مچ حساب شد. خب بچه‌ها شما این کارو که انجام بدید چی بهش میگن خدا یه مچ برای شما حساب میشه و شما 30 بار باید این کار رو انجام بدید تا 30 مچتون کامل شه. اون کسی که اکانت تازه رو زده یه ست انیمه‌ای بهتون میده که قبلا رایگان دادش. حالا برام بهتون ست رو نشون بدم اگه بانو بیاد. این کجاست؟ این ست رو بهتون میدارم آقا اسلامی زد. آره این ست رو به اون کسی که اکانت تازه زده رو با شما بازی کنه بعد 10 مچ میده و به شما یه دنس 30 روزه و این ست گربه رو میده. حالا ست گربه هم گمش اینجاست. ست گربه رو میده. حالا کاراکترهایی که بهتون گفتم نباید بیارید کدوم آن؟ حالا من وارد بخش کاراکترها میشم تا بهتر بشه ما بگم. یه دقیقه کاراکترام بالا بیاد حله. خب کاراکترهایی که شما نباید بیارید از داخل این بخش یکی اینه که البته من دانلود نم دنسونش رو و بخاطر نتم داره ارور نت میده. اینو نباید بیارید که جونتون رو پر کنه. یکی دیگه مال شیلد. حالا اینا فکر کنم پایینترن اگه اشتباه نکنم. آره این مال شیلد. کاراکتر رو کلا دانلود ندارم آجی. بزنین براتون بالا بیاد. فورد اسمش. آره کاراکتر البته اینو فکر کنم عوض کردم قدرتشو. شیلد قدرت کدومشو میشد آقا اسلومیس؟ کنم اینه. آره آره پیداش اشتباه شد قبلا اون بود جابجا شد. یا من شده اینه. این قدرت شیلده. اینو نباید بیارید. داره کاراکتر دارم سرش همونطور که میبینی. آنتونیو رو نباید با خودتون بیارید. یکی هم اندرو رو نباید بیارید. اندرو کیه؟ اینو نباید بیارین که وستون رو زیاد میکنه. چی میگه آقا اسلومی؟ لئون هم نباید بیارن. لئون بذار اینجا پیداش کنم. بسکتبالیسته. همون گفتمش. آره گفتمش. این هم نباید بیارید. این چند تا کاراکتر باعث میشه که وقتی شما بپرید نمیرید و اینکه خیلی پروسه رو سخت‌تر میکنه. و حالا اگه برم داخل اکانت بهتون نشون بدم این مچ قبلی که رفتیم چقدر طول کشید. نگاه کنید 1 دقیقه کلا این طول کشید. یعنی شما 30 مچ رو برید داخل 30 دقیقه طول میکشه تا بتونید ستر رو بگید و خیلی خیلی به نفعتون. چون اگه بخواید مچ برید ممکنه 2-3 روز طول بکشه و با این ترفندی که بهتون گفتم میتونید داخل 30 دقیقه یا 40 دقیقه وقت گذاشتم این ست گربه رو که ما داریم و بگیرید خیلی راحت بدون هیچ زحمتی. و فقط این دوباره برای کلای میشم باید وی پی ان وصل کنید برید. ولی اینکه دیگه هی نیاید وی پی ان وصل کنید چند مچ رفتید دیگه خودتون بشمارید رو کاغذ جای یادداشت کنید که چند مچ دارید. 30 مچ رو به این صورت میرید و خیلی راحت ست گربه رو میگیرید. این ویدیو هم درخواستی شما میخواستیم براتون دیگه درست کردیم. من آقای اسلومیس بهتون نشون بدیم. دیگه حرف زیادی نمیزنم. اگه دوست داشتید لایک کنین ویدیو رو، کامنتی چیزی خواستین، یه ویدیو دیگه خواستین درخواستید باز براتون درست کنیم داخل کامنت ها میتونید بگید. ما هم داریم سر پروژه های دیگه به مناسبت یکا شدنمون کار میکنیم. پروژه که از قبل پیش بینی شده بودن و الان در حال انجام شدن و ضبط و ریکورد اینا هستن. کلا ایناشون قشنگ کلی اشغال قرار بکنیم داخل این چند ماه دیگه. ویدیو رو طولانی نکنم. عشق منید. خدافظی با آقای اسلومیس. آقای اسلومیس دست شما ویدیو پایانش با شما. تا ویدیوی دیگه خداحافظ.